إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. خوش آمدید به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته درباره نبی خدا آدم علیه السلام سخن گفتیم. اولین بشری که خداوند آفرید، ملائک او را سجده کردند و اولین نبی بود در روی زمین. بعد از سر آدم علیه السلام مردم در یکتاپرستی زندگی می‌کردند. عصرهای دراز تنها الله ذوالجلال را عبادت می‌کردند. آدم علیه السلام بعد از خود شیث علیه السلام را وصیت کرده بود. مردم مدام در توحید و یکتاپرستی بودند و خداوند به آنها نبی با نام ادریس علیه السلام فرستاد. اما ادریس نبی بود، نه اینکه رسول، و به دین نو آمده بود و مردم مدام در توحید و یکتاپرستی زندگی میکردند. لیکن آمده بود آنها را نصیحت کند و به کارهای خیر تشویقشان کند و از کارهای بد بازشان دارد. ادریس نبی از انبیای خدای ذوالجلال بود. در دعوت به سوی خدا بسیار کوشش میکرد. حتی در روی زمین کسی نمانده بود مگر اینکه او را دعوت نکرده باشد، امر معروف و نهی از منکرشان نکرده باشد. روزی خداوند به او وحی فرستاد اینکه ای ادریس، روزی نیست که بر تو نوشته نشود پاداش هر آنکه عمل خیر میکند در روی زمین. هر شخصی که در روی زمین هست، برای چی؟ زیرا هر که کسی را به کار خیر راهنمایی کند با او ثواب عمل کننده را می نویسند. و ادریس همه را به سوی خداوند دعوت کرده بود، نصیحت میکرد و پندشان میداد. هر کی عمل خیر میکرد در نامه اعمال ادریس نیز نوشته میشد. ادریس از این شاد بود. از خدا خواسته بود که عمرش را دراز کند. روز یکی از ملائک را دید. ادریس با او سخن گفت. با او گفت وقتا که ملک الموت را دیدی، از او بخواه تا گرفتن جانم را به تأخیر اندازد. ادریس میدانست که هر روز در نامه اعمالش ثواب عمل اهل زمین نوشته می شود. خوشا به این فضل و بزرگی، خوشا به این نیکبختی. این چیز انسان را در دعوت در راه خداوند دلیر می گرداند. ادریس این سخن را به ملک گفت. ملک به او گفت چرا به نزد او به آسمان نمی روی؟ من تو را به آسمان می برم و خودت به او بگو. ملک او را به آسمان دنیا برد، بعد آسمان دوم، سپس آسمان سوم، بعد آسمان چهارم. در آن ملک الموت را یافتند. ملک به او سلام داد و گفت ادریس تو را سلام می دهد ای ملک الموت. سلام او را جواب داد و گفت چی می خواهد؟ گفت ادریس می خواهد اینکه عمرش را دراز کنی، عمرش را به تأخیر اندازی. گفت چرا این را می خواهد؟ می خواهد تا که عملهایش زیاد شود. ملک الموت گفت ادریس حالا در کجاست؟ ادریس همراه من است. و ملک در آسمان چهارم بود. ملک الموت گفت سبحان الله، سبحان الله. ملک گفت برای چی؟ گفت خداوند مرا امر کرده تا روح ادریس را در آسمان چهارم بگیرم. به خود گفتم که چی طور؟ ادریس در زمین است و خدا مرا امر کرده تا روحش را در آسمان چهارم بگیرم. کاری عجیب. میبینم که به آسمان چهارم آمده است. ملکی که ادریس را آورده بود با او گفت چقدر از عمر ادریس باقی مانده است؟ گفت حتی به اندازه یک مجه زدن هم نمانده است. و خداوند روح ادریس را در آسمان چهارم به واسطه ملک الموت گرفت و مدام ادریس علیه السلام در آسمان چهارم است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج رفتنش او را واخورد و گفت سلام بر نبی صالح و برادر صالح. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. این نبی خدا در آسمان چهارم میرانیده شده و آنجا گورانیده شده است و مردم مدام در توحید و یکتاپرستی خدای ذوالجلال بودند. جل وعلا. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حکمه و صبر. مردم مدتی درازی در توحید بودند. از وفات آدم علیه السلام 10 عصر گذشته بود. یک عصر آنها به مثل عصر مایان 100 سال نبود، شاید 1000 سال بود. مردم سالیانی دراز بر توحید بودند تا آن دم که آمد روزی که شیاطین مقصد خود را در روی زمین برقرار کردند. در روی زمین مردان صالحی بودند که خدا را عبادت می‌کردند. وعد
سوا، یغوث، یعوق و نصر. این 5 مرد صالح که خدا را عبادت میکردند و قومشان آنها را دوست می‌داشت. وقتی که الله ذوالجلال این 5 مرد صالح را میرانید، شیاطین به نزد قوم‌های آنها آمدند، به آنها گفتند اگر شما صورت آنها را بکشید و بت آنها را بسازید، خدا را به یادتان می‌آورد، به عبادت خدا تشویقتان می‌کند. صورت‌های آنها را کشیدند، بت‌هایشان را ساختند. در اول نیتشان نیک بود، آنها را به سوی خدا می‌انداخت. برای آنها بت‌ها ساختند: ود، سوا، یغوث و یعوق و نصر. سالها پسی هم می‌گذشت تا اینکه مردم آنها را وسیله قرار دادند. سپس از آنها برکت‌ها خواستند. بعدها آنها را بزرگ داشتند و عبادتشان کردند. اولین چیزی که در برابر خدا پرستش شد ود بود. از این سبب مردم را عبدود نام می‌کردند. این ود مردی صالح بود، لیکن او در برابر خدا پرستیده شد. پس خداوند اولین رسولش را بر روی زمین فرستاد تا اینکه دینی نو را جاری کند. کی بود او؟ او نوح علیه السلام بود. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. جماعتی از بزرگان قوم، سرداران و حاکمان و بایها، سرورمندان و چهره‌های قوم اولین کسانی بودند که در روبروی نوح علیه السلام ایستادند، چون همیشه عادت پیامبران این است که بزرگان قوم ضدشان می‌برایند. بزرگان قوم به نزد نوح علیه السلام آمده گفتند: آیا می‌دانید که چی گفتند به نوح علیه السلام؟ گفتند: ای نوح، آن راهی که ما را به سویش می‌خوانی گمراهی بیش نیست. قالوا لنراك. کی گفت؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال وليس أي ضلال في ضلال مبين. پس نوح علیه السلام به آنها جواب داد: عجیبی را نگرید، کسی که به یکتاپرستی و عبادت الله ذوالجلال دعوت میکند این گمراهی بوده است، اما کسی که بت‌ها و صنم‌ها را عبادت میکند و به خداوند شریک می‌آورد این از اهل فهم و عقل بوده است، اما کسی که عبادت خدا را میکند گمراه بوده است. چگونه نوح علیه السلام به آنها جواب داد؟ زیرا او نبی است، او میداند که چگونه به سوی خدا دعوت کند، نه حقارت میکرد و نه دشنام میداد. او گفت: قال يا قوم ليس بي ضلالة قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. این جماعت بار دیگر او را رد کردند. چی گفتند با او؟ کی ایمان آورد به نوح علیه السلام؟ به نوح علیه السلام تنها فقیران ایمان آوردند، مسکینان و ضعیفان، لیکن آنها عاقل‌تر از آن جمع بودند، ایمان آوردند به نوح علیه السلام. آن گروه به نوح علیه السلام رد کرده گفتند: قالوا يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. کیستند آنها در گرد و اطرافت ای نوح؟ مسکینان و ضعیفان و فقیران. مایان با آنها هیچ داد و گرفته نداریم، با آنها نمی نشینیم، آنها به تو ایمان آوردند، اما ما بزرگان قوم، بایها و ثروتمندان به تو ایمان نمی آوریم. تنها مسکینان و بادیه نشینان به تو ایمان آوردند. هیچ بزرگی در شما نمی بینیم، بلکه شما دروغگویانید. پس نوح علیه السلام به آنها جواب داد: حجتش را بینید. شوف الحجة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم
أنلزمكموها ما شما را مجبور نمی کنیم. دین ما مجبوری نیست. مجبور نمی کنیم شما را به این دین. اگر خواهید ایمان آورید، اگر نخواهید ایمان نآورید. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. مدام سرکشی میکردند، مدام اصرار میکردند و میگفتند چی میخواهی؟ مال میخواهی؟ مالت میدهیم. قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. این ضعیفان و مسکینان و فقیران رو میبینید؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. شما در جهالت هستید. شما نمیفهمید. آن فقیران و مسکینانی که در اطراف من هستند، آنها نماز میخوانند، به خدا سجده میکنند و به بت‌ها و صنم‌ها و خدایان شما ایمان ندارند. آیا این مسکینان را میبینید؟ اگر آنها را ترک کنم خداوند مرا عتاب میکند. و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. پند گیرید، آگاه باشید، سری عقل آیید. اگر این ضعیفان را ترک کنم الله ذوالجلال عقابم میکند. کی مرا از خداوند نجات میدهد اگر آنها را ترک کنم؟ آیا پند نمیگیرید؟ سپس به آنها گفت که من ملک نیستم و غیب را نمیدانم و خزینه آسمان و زمین در دست من نیست. من انسانم مثل شما، لیکن اولین رسولی هستم که خداوند به سوی شما فرستاده است تا که خدا را یگانه عبادت کنید، زیرا که من میترسم از عذاب روز قیامت. یوم عظیم. نوح علیه السلام در بین قومش 950 سال زندگی کرد. 950 سال مردم را به سوی عبادت الله ذوالجلال دعوت کرد. به عبادت خدای یگانه امرشان میکرد و از عبادت بت‌ها بازشان می‌داشت. آیا در یک هفته یک بار دعوتشان میکرد؟ آیا در یک روز یک ساعت دعوتشان میکرد؟ هرگز. 950 سال شب و روز آنها را دعوت میکرد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا با وجود این همه فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هرگاه که دعوتشان میکرد از او میگریختند، بلکه هنگام دعوت گوشهایشان را با انگشتانشان محکم میکردند. تصور کنید، آنها را به سوی خداوند دعوت میکنند، گوشهایشان را محکم میکنند، بلکه بدتر از این لباسهایشان را در سر میکشند تا که نوح علیه السلام را نبینند. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. با چند روش نوح علیه السلام آنها را به سوی خداوند دعوت میکرد. هیچ روشی را ترک نکرده بود. آنها را دعوت میکرد تا که آمرزیده شوند، اما آنها انگشتان در گوشت، لباسها در روی میکردند، میگریختند، کبر میورزیدند، سرکشی میکردند. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. به روش نوح علیه السلام نگاه کنید. گفت اگر خدا را عبادت کنید و از او عذر خواهید، پاداش نیکی دنیا و آخرت را صاحب میشوید. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اگر دنیا و آخرت را میخواهید، ما لكم
ما لكم لا ترجون لله وقارا. چرا عبادت نمی کنید خدایی را که شما را آفرید؟ با وجود این همه آنها یک پادشاهی داشتند و این پادشاه آنها را از گوش کردن سخنان نوح علیه السلام بازشان می داشت، بلکه به عبادت بت‌ها امرشان می کرد. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا. این پادشاه مالی بسیار داشت، فرزندان بسیار داشت که آنها را به سوی عبادت غیر خدا امر می کرد. غير الله عز وجل واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. مردم را به عبادت بت‌ها تشویق میکرد. ود، سوا و یغوث و یعوق و نصر. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نوح علیه السلام دعوتش را دوام میداد. آنها را به سوی خداوند دعوت میکرد، اما آنها در سرکشی و کبرشان بودند، بلکه بعد از 950 سال نزد نوح علیه السلام آمدند. این احمقی را بنگرید. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. کنی آن عذابی که ما را از آن عذاب می ترسانی. قریب 1000 سال است که ما را می ترسانی، اما ما هیچ چیزی را در این مدت ندیده ایم. ما رأينا شيء. ای نوح، کنی آن عذابی که تو می گویی. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اگر راست میگویی میخواهیم این عذاب را بینیم. نوح علیه السلام ناامید نشده بود. 100 سال، 200 سال، 950 سال گذشت، اما او از قومش ناامید نشده بود. او را مسخره میکردند و میگفتند فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نوح علیه السلام به آنها جواب داد با تمام باوری و با تمام جرأت. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. هرگز خدا را عاجز کردن نمیتوانید. اگر خدا بخواهد عذابش را میفرستد. این عذاب شما را اصابت میکند. عاجز کردن نمیتوانید و در مقابل عذاب او ایستادن نمیتوانید. با این وجود زوجه‌اش با او ایمان نآورد. پسری که از جگرگوشه اش است با او ایمان نآورد. به نوح علیه السلام ایمان نآوردند مگر اندکی از قومش. بعد از 950,000 سال دعوت کردنش در راه خدا، حتی نزدیکان خودش با او ایمان نآوردند. زنش با او ایمان نآورد. زن نوح علیه السلام نزدیکترین مردم به او. من قومه قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بعد از 950,000 سال دعوت کردنش در راه خدا، حتی نزدیکان خودش با او ایمان نآوردند. زنش با او ایمان نآورد. زن نوح علیه السلام نزدیکترین مردم به او. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. خداوند مثال میزند که حتی زنی پیامبر با او ایمان نآورد. یکی از فرزندانش با او ایمان نآورد، بلکه کمی از مردم با او ایمان آوردند. اکثرشان ضعیفان و مسکینان بودند. خداوند به نوح علیه السلام وحی فرستاد، این که دری توبه بسته شد. و اوحی الی نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
دری توبه بسته شده است. بعد از این کسی به تو ایمان نمی آورد. حتی زنت، حتی فرزندت، حتی نزدیکانت به تو ایمان نمی آورند. در این هنگام نوح علیه السلام خدا را دعا کرد. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. این رحمت بر آنها بود. اگر خداوند آنها را میگذاشت کفرشان زیاد میشد و عذابشان زیادتر میشد. اگر تولد میکردند غیر کافر و فاجر چیزی تولد نمیکردند. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نوح علیه السلام دعا کرد تا خداوند قومش را هلاک کند. هنگامی که دعا کرد خداوند به او وحی فرستاد که ای نوح یک کشتی بساز. آن را در صحرا بساز. کشتی در صحرا؟ گفت آره در صحرا عذاب می آید، لیکن اول کشتی را بساز. اصلا کشتی در صحرا چی لازم؟ چی خیل کشتی بسازم در صحرا؟ از کجا چوب گیرم؟ صحرایی که در آن درخت نیست، چوب نیست، درخت نیست، نه دیگر مصالح، چی طور کشتی بسازم؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. این فرمان خداست. خداوند چگونه ساختنش را یادت می‌دهد. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فرمان خدا برای توست اینکه کشتی سازی. ساختنش را شروع کن اگرچه در صحرا باشد. این فرمان خداست. میبینی که چی رخ میدهد ای نوح؟ آیا نوح علیه السلام در صحرا کشتی میسازد؟ بلکه چگونه آن را میسازد حال آن که در آن درخت نیست؟ کی ساختن کشتی را با او نشان میدهد و چی کار میکند وقتی که کشتی را میسازد؟ آیا توقع دارد که قومش میگذارند که او کشتی بسازد؟ آیا مردم میماند که او در صحرا کشتی بسازد؟ بسیار کار عجیب. با پیامبری که دعوت میکرد به سوی خدا ترک دعوت کند و به ساختن کشتی مشغول شود. قومش با او چی میگویند؟ موقع پسرش با او چیست؟ چی رخ میدهد با قوم نوح؟ چگونه عذاب خدا با او نازل میشود؟ این همه را در برنامه آینده خواهید فهمید ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص